نگار معروف آمریکایی که با خیلی از چهره‌های بزرگ سیاسی گفتگو کرده بود بعد از مصاحبه با او گفت صادقانه بگم تا حالا سیاستمداری به این باهوشی و زیرکی ندیده بودم. توماس بود؟ نه استالین هم نمیتونه باشه. تسلط خوبی تو حوزه سیاسی داشته دیگه که با یه برخورد اول تونسته اون نفوذ خودش رو نشون بده. تفکرش همه جانب است. با ابداع ساختارهای نوین نظامی مردم محور به کارگیری فرماندهی شورای قشون نظامی تهدیدات چندین ساله درون مرزی و برون مرزی کشور را خنثی نمود. شاید یاد نادرخان یا آقا محمد خان بیفتم. اهمیت میداده به مردمش. پایه عدالت که وسط بود با کسی تعارف نداشت. خبر اسلحه کشیدن نوش رو که شنید گفت او رو دستگیر کنید و اگه به روی مامورین هم اسلحه کشید او رو با تیر بزنید. اوه خیلی پارادوکسه. از چه لحاظ؟ از اینکه این آدم به شدت فلسفی و ادبیه و از هوش بالایی برخورداره. کسی هستش که روابط خانوادگیشو با روابط سیاسی و کاریش قاطی نمیکنه. عدالت درستش به این شکله. میتونم ببینم؟ بزرگمرد تاریخ. شخصیت برجسته‌ای بوده. نظر صادقانه رو بگم اینا کلا علکیه. کاش میشد معلم منم باشه. اومد مملکت رو آزاد کرد واسه جوونا. آدم شجاعی بود و این شجاعت بود که ایشونو پیش برد. فقط خیلی سورپرایز شدن. حس می‌کردم ولی شاعر بود. من